خانم محمد محسن با 3 فرزند وی در حال حاضر در یک خانه کرایی در کابل بود و باش دارند. خانم وی میگوید که شوهرش برای گرفتن حقوق خویش به میدان وردک رفته بود و یک روز پیش از عید در راه بازگشت به کابل کشته شد. ماش خدا نگرفته، میرم ماش میگیرم میایم باز بردنش. یک مربی به قلبی زدن، امروی تفنگ بسیار لط کوبش کرده بودن، 2 مرمی دیگه دلی زده بودن. به گفته خواهران محمد محسن، برادرشان از 5 سال بدین سو در ولایت میدان وردک کار میکرد. 4 ماه معاش برادر من نداد. در ماه روز 27 میشه داد، نصیب شد. 3 اولاد داره، خانه کرایی 8 سال میشه بی تمام جای جنگ این رفته خدمت کرده و وطن. 3 اولاد ما جا 3 اولاد چی بتید؟ ما از جناب کرزی مثل یک هموطن ازش خواهش میکنیم، مثل یک دوست ازش خواهش میکنیم، مثل یک فرد از این وطن خواهش میکنیم که اگر مشکل جلو گرفتن از این قسمش خاص، اما برای امی اولادش خو که از پشت خانه کرایی، از پشت در بدیر زنشان هم جوان است، در این شرایط مشکل است. اگر میتونن، اگر کمک بتونن، میتونن رئیس جمهور اصلا با ما و شما خو معلوم است. بزرگترین فرزند محمد محسن که 8 سال دارد در حال روز شماری دوری پدر خویش است. عبدالله مش برای من نریده، برام همیشه آرزو داشت که خانم بخره. هر کسی که عمل اجرا کرده، چی طالب بوده، چی هر کسی بوده، هر جنایی بوده، بسیار یک عمل ناجوان مردانه را اجرا کرد. شاهرای کابل کندهار پیش از این نیز شاهد چنین رویدادهایی بوده است. رویداد اخیر همزمان با پخش پیام عیدی ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان صورت میگیرد که در آن به افراد این گروه گفته شده بود تا در برخورد با شهروندان کشور از احتیاط بیشتر کار بگیرند. سال دارد در حال روز شماری دوری پدر خویش است. عبدالله مش برای من نریده، برام همیشه آرزو داشت که خانم بخره. هر کسی که عمل اجرا کرده، چی طالب بوده، چی هر کسی بوده، هر جنایی بوده، بسیار یک عمل ناجوان مردانه را اجرا کرد. شاهرای کابل کندهار به قلبی زدن، امروی تفنگ بسیار لط کوبش کرده بودن، 2 مرمی دیگه دلی زده بودن. به گفته خواهران محمد محسن، برادرشان از 5 سال بدین سو در ولایت میدان وردک کار میکرد. 4 ماه معاش برادر من نداد. در ماه روز 27 میشه داد، نصیب شد. 3 اولاد داره، خانه کرایی 8 سال. خانم محمد محسن با 3 فرزند وی در حال حاضر در یک خانه کرایی در کابل بود و باش دارند. خانم وی میگوید که شوهرش برای گرفتن حقوق خویش به میدان وردک رفته بود و یک روز پیش از عید در راه بازگشت به کابل کشته شد. ماش خدا نگرفته، میرم ماش میگیرم میایم باز بردنش. یک مربی خواهش میکنیم که اگر مشکل جلو گرفتن از این قسمش خاص، اما برای امی اولادش خو که از پشت خانه کرایی، از پشت در بدیر زنشان هم جوان است، در این شرایط مشکل است. اگر میتونن، اگر کمک بتونن، میتونن رئیس جمهور اصلا با ما و شما خو معلوم است. بزرگترین فرزند محمد محسن که 8 سال میشه بی تمام جای جنگ این رفته خدمت کرده و وطن. 3 اولاد ما جا 3 اولاد چی بتید؟ ما از جناب کرزی مثل یک هموطن ازش خواهش میکنیم، مثل یک دوست ازش خواهش میکنیم، مثل یک فرد از این وطن